خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، جور باشین، وقت خوش باشین. در هر ساعت دنیا هستیم، خدا شما جانی جور بده دیگه. ما میشه درکشون دعا داره دیگه. دوستا خدای بزرگشون همیشه وقتشون خوش باشد، جانشون جور باشد. همه بینندگان ما دعا نی، همه شد همیشه ما دعا داره درکشون خدا شما نگاه کنه دیگه. دوستا خوش آمدین به برنامه امروزیز ما. خیره دیگه اون خطاش ده. اوی خطاش ده؟ خیره دیگه بلا باید سلام کرد دیگه دوستامون قصد داره که بگو بخیر اکو دیگه شام بشه دیگه. اگه ساعت بیله منده دیگه که شام شنه دیگه. مون قصد داره که مزدانه جان بوره اگه اشپزی چقای کنه این بگو که معلوم نیه دیگه که چیز خیلی پخته نه اونش دیگه باشت خانه میگه خدا است. موگه که تو که دوری علی از مجبوریه، به تو آسمان دل ما آوریه. شیرین تو رای آزرگی مگویی، گمان ما اصل جای تو جاوریه. بیننده های محترم سلام، وقتشون بخیر، خدا کنه جور صحتمند باشید. خیلی خوش آمدید در برنامه امروزیز ما دیگه. دوستان میخوام که آبیم گفتن این بگاه تصمیم داره که با یک چخمه آشپزی کنید که دوستان معلوم نیست خیلی کنید. میشه در پیش کامرا تصمیم را میگیرید دیگه. دوستان کسایی که ویدیوهای از ما را لایک سابسکرایب نکردن، از شما صمیمانه خواهشم ویدیوهای از ما را لایک کنید، سابسکرایب کنید و دیگه همون نظریات قشنگ را زیر از ویدیو بریزید. دوستا دیگه بیننده باشید. مرتضی سلام کن. سلام نبر. سلام چی میگه؟ سلام نه. خو یک دو سه. سلام دوستا دیگه. بگو برنامه میگی؟ مزدانه آقیم بیرین پخته نه؟ از یارن بیدین بختم. خب بچه سلام دوستا، امیدوارم جور صحتمند سر حال باشید. خوش آمدید در برنامه امروز اسم دوستا عزیز قسم آبیم قدناستانه که گفت دیگه میتی برین پختن قمیقی قرمه. دوستانم یکازه بخششون بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سریکایی بلن پرده زاغه، دیلی مش پشتی پاتایی داغه. الهی مادری پاتایی بیمیره، که پاتایی دختر الخشم سراغش. چادر سرخم چادریت بوی میدیه، سرعات تو کیده شوی میدیه. نواش اگه آت تو بند خدا بود، از او میگره در ممیتیه. آفرین چه کسان بچه به دلالای. آفرین بچه. خب آره دیگه دوستا از موقع مرتضی جان خبر داشت یعنی کسی با کرد نازه خیلی بیگاه بریش کن محبت بریش خوش دارم دیگه این شما چیز اکس بریش کن کرمه که دیگه متنیه بی؟ آره بزارا بایا بود نفتمش راحت تر بیرین قرمانی یا بیرین کچالو کردنین ننشقم بودین کنین دیگه بایلم شه. همون نام بریش قد کشالو کنی؟ آره کم کردیم بودین کن بودین کنین دیگه. دستا بیننده باشه قد از می دیگه منزل لایک خود سابسکرایب خود دیگه ما گفتم نمیدین منزل رقم خود از مدیریت نکنه دیگه. دستا جور باشه وقت خوش باشه دیگه. خب دیگه دوستای عزیز ما برینجم که بوشیم در خانه گفتم برینج قدی کچالو رو بسه تصمیم باور شد برینج قد کرمن آبه هم که دوستا خوب شده دیگه و بسه خوب نشده دیگه کرمن کنه دازی موقع دیگه کل کار سر از ما و فیده بایه Ama keşke. Bir dakika.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه دوستای نازنین من بخیر برین شخرنگی سر اکنم دیگه قرمش را سرگاز کنم. آخای آجان این سرگاز یا این دیگه دویا دکتر قرمش سرگاز میخواه. دوستا خوشه از من سال دیگه خوشه روز نداره خوب خوش باشه دیگه خوشه از من سال کلش تره دیگه سیه نموسی زده دیگه باش تا جوا خوب گرم باید تا در بگیره حیوات دود منک بشتی جوا تا در بگیره قد کنی که باش دوستا مرتضا افته اینه کسی خوش کرده بچه بس کجا چیده اوته که میبینی نشویش که مک جوا در بگیره. من از دونه میشم خوش بیل خدم یش بس خاکی کل کنم نه یش بیل باشه. خب دیگه دسته عزیز باش سر کنیم روان من در نظر میتونی سر کنم آره دیگه باش تو نام تا دسته زوریا خسته قد برنج پیاز نمه قد برنج که پیاز کنی چقدر خوشمزه تر میاد. روغم که سرخ نندسه خب دیگه دوستای نازنین مرتضی جان در بیاد پیش کنم یا اصلا میگه تقریبا زرد برده دوستان خب پیاش که جاش نه آتا که برینجش بکنیم پیاش سفید بود نه کنه خود آدم نمیم پیاش باید کم خود زرد کنه. دوستان مرمو تو یخ ریشه جزاکی خسته کشته خب دیگه دستا پیازم زرد شد دیگه ما میخواد بریم به شیخیم کمی سرگاز روشم شو کنیم دیگه دستا سرد دام شد. خب دستا باش تو نماکشم شو کنیم دیگه خواهر برین شو تمام این دفعه بر طرفی کرمیشی برین جمع که دیگه بخیر خوش خلاص باشید کنم خانم باشید. خب دیگه دوستان نازنین من گفتم که دید دیگه بخیر قرمه رم کشتم سر گاز باش تو یک دفعه برنج رم سر کنی که چیز رقم شدن دو رقم بود دیگه دوستا شخم هستن سنازش باریشم خموم نسنازش باریشم اوشم خموم دیگه کامرامن پیش بیا سر کنی که برنج کم شده. بله دیگه دوستای عزیز اینو چی تقریبا میشه دیگه یعنی اون که جاش بخواه بخواه. خب دیگه دوستان شما برنده باشید که بخیر بیگام و میتی خانواله کلگی جمع بشی حتی یک قاتل میاد جای تجربه که شوخالی
جسته دوستا آتیما شوق دی آقای شیخ امیتی سرنوبت ماره دیگه خلاص بردیشون بگیم دیگه دوستا دیگه گفتنی ندارم فعلا خبر قد خب دیگه دوستای نازنین این هم از قری مادر کل زیبا این دوستام نظر پوچلی بازی ریشته مرتضی جان تو پوچلی بازی نموری؟ چسخم؟ یک زمان فعلی از دست باید آخر کارت داخل جو بودم تو قدر بای میدی یا قدر مبری؟ بعض دفعه مبرون بعض دفعه باید رفتن علم باید گداخته به علم نتوان شناخت دوست عزیز این بگاه غذای موقع پختک دیگه مبری دلاقه تو آه خب تو برنج رو زیاد خوش داره نه؟ آه امی چوکندم است برنج؟ خب سید خب سلام عرض احترام دارم دوستای عزیز امیدوارم جور و سلامت صحتمند باشید در جای دنیا که هستید کنار هم دیگه باشید دوستای عزیز امروز نازنین جان آشپزی که دیگه خبر ندارم چه سال دیگه که مقصد ما نبودم مجید بودم انجام دادم که جوری آشپزی کردن خب اینجا میام دست پخت نازنین جان رو ازش رسایی کنیم که چه رقم دست پخت دارن بعد از ما همراه باشید دوستا دیگه دستم شد من؟ خب بلدی کلگی شد خب؟ چه کاغش بخشه سمرا خب اینش از اوی لبشت شستم رو مزن من اقاب خورم سمرا جان مزن میده؟ آه آفش ایوانو تو دان سرخ بود دستار بودی بیا قد از مو قرمه برین بخور دستا بیا قدم بیدین بخور برنج که پختک ده آبه پختک ده؟ مطمئنی؟ نه نه خب دیگه که تو پختنک ده؟ نه چیکه؟ خب دوستا دیگه اینیم بوده که از برنامه امروزیزمو که نازنین جان دیگ کده البته یک دیگ کسی نخوردم چرا هم ازش دیگه تشکر شما که تا این زمان برنامه همراه از ما بودید ما رو حمایت کردید دیگه فعلا الله یار و نگهدارشون تا برنامه های بد خداحافظ